سلام ارادت، خسته نباشید میگم همه اعضای گروه را، همه مردم شریفی پیک، همه جوانای عزیز، همه برادران گل، صبح شما بخیر، خسته نباشید. انشاءالله که همیشه صحتمند سربلند باشید. یک گزارش از دوربر مکتب برای شما. دوربر مکتب کندن شده، رگلاج شده، تمیزکاری شده. برای شما در اشتراک بگذاریم. موفق سلامت باشید برادرای گل. و رقم یک تعداد یک چند روز دیگه کار مانده که استاد نجیب الله در اون گوشه سالون هست، در دست به کار از کار بنده خدا دیگه. داخل صنف ها این طرفی که تا آخر صنف ها را اتاق چارمی در او بشنه میزنه، اون اتاق از اون طرف در او در پنجرهش اتاق در رنگ میشه دیگه. انشالله که یک چند وقت دیگه کار هست، اما امید خدا جمع بشه. توکل به خدا و امید خدا و همکاری شما دوستا. التماس دعا داریم برادرای عزیز. موفق سلامت باشید. خدا نگهدار. اینم میدان فوتبال و قدر خاگردیش در تعدادش اوار شده با بیل، تنوز گلیدر و چی داشت نرسیده، باز انشالله که رسید با گلیدار و اینا اوار بشه. تقریبا میدان فوتبال 90 در 70 در نظر گرفته شده دیگه. نقشه برابرش در روی از اتاقایی که روبروی مکتبه دیگه. سلای دوستا و برادرای گل، برادرای عزیز و بزرگا و کلانای دیگه. میدان فوتبال بله از دو اتاقا بربرشته، این از پشت از دو اتاقا رد میشه. و نظر شما که یه اتاقا خراب کنم یا نکنیم. اگر نکنیم میدان فوتبال کوچیک میه و خیلی هم بی خود. اگر خراب کنیم اتاقا بچه ها صنفایش فعلا صنف نداره. اگر دوستا یعنی چادرها خالی هست، میتونه که چادر برای آیندهش برای برادرها همکاری کنی و اتاق درست کنه میشه. تو چادر مثلا میشه که یک سال زندگی کرد یا مثلا گذاره کرد دیگه. این نظر و دوستای ما در گروه در اشتراک میذاریم. برادران نظر خوبی دیگه. اونمو اتاقا تقریبا در یک گوشه میدان افتاده که میدان پشت دو اتاقا رو گرفته دیگه. ما فعلا نظر میه که باید خراب شنه دیگه. چیزی که در قرارداد برای ملک جمعه دیم که 90 در 70 برات میدان باید خاک ریزی کنی، بی کنی، بالایش را گلیدر دی، غلطک دی دیگه. این چیزا اگر برایش گفتم جای نمیده، باز اگر اون موقع اتاقا کندنش نه، باز فردا روز 10 سال بعد دیگه 20 سال بعد دیگه در مشکل برنخری. دوستارش نظر میدید، ما در خدمت. امروز انشالله میام گنداب در اشتراک برای شما اطلاع رسانی مونیم. چیزی نظری شما بزرگا و برادرها باشد، ما در خدمت. موفق سلامت باشید.